با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 28 دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است میان خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی دانشجویان و نمایندگان کسب و کار گوناگون آغاز گردید. در مراسم افتتاحی دوره شهری آزمون اهل فرهنگی شهر نمایندگان ساختارها شرکت ورزیدند. اشتراکچیان را با رعایت طلبات‌های آزمون شناس گردانیدند. 400 نفر اشتراکچیان هستند و ما یک چیز را قید کردنی هستیم که هنوز تا آمدن به دور شهری آزمون علاقه اینها در دایره خود همون مؤسسه های تعلیمی تشکیلات و مؤسسه ها علاقه آنها یک دور انتخابی گذرانده ایستاده در همانجا معین کردند که باید کیها ارزنده است و کیها باید که اشتراک کرده تواند که اعضایان حکمان که آنها نیز در نوبت خود تجربه خیلی کافی دارند تجربه بای دارند نشان داده توانند و البته ما میدانیم که خود اشتراک یک بسیار برای آنهایی که اشتراک کردن میخواهند چیزی مهم است ولی در هر صورت البته ما باید غالبان را معین کنیم و بهترین ها میتوانند در این آزمون اشتراک نموده تا به کدام اندازه با دانش کامل با استعداد فکری خود با یعنی که مهر و محبت زیاد نسبت به کتاب نسبت به ادبیات نسبت به علم داشتنشان را اینجا باید معین کرده تواند معرفی کرده تواند و ما با همه اشتراکچیان آنهایی که امروز در دور شهری یعنی آزمون فروغ دانایی کتاب است اشتراک میکنند کامیابی موفقیت و دستاوردهای ارزنده را تمنا مینماییم. سال 2023 به نظامنامه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است یک قطار تغییرات و نوگانی‌ها وارد گردیده آن از روی 6 نومیناسیون برگزار کرده می شود. از جمله نومیناسیون ادبیات کودکان و نورسان در 2 زیر نومیناسیون میان خوانندگان صنف‌های ابتدایی صنف‌های 1-4 و خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی صنف‌های 5-11 و ابتدایی کسبی صنف‌های 10-11 برگزار می شود. همچنین در نومیناسیون ادبیات جهان یک زیر نومیناسیون دیگر اضافه گردیده آن با نظر خصوصیت‌های سن و سالی میان خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی صنف‌های 1-4 در علاهیدگی برگزار می‌گردد. در نومیناسیون ایجاد نظم و نثر نیز تغییرات وارد شده. سال جاری داوطلبان بخش ایجاد نظم و ایجاد نثر در علاهیدگی اشتراک می‌کنند. من ترسونزاده مهرانگیز خواننده صنف دوم گیمنازیوم 24 با نام باباجان غفوروی شهر خوجند چون آگاهی دارم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است تکان جدی بخشید برای هر یک این آزمون در کشور ما صفی کتابخوان را زیاد کرد و قدر قیمتی کتاب را بلند برداشت. فراغی کائنات از آفتاب است فراغی صبح دانایی کتاب است. جهت هوسمندسازی شماره زیادی اشتراکچیان آزمون امسال مقدار جایهای سیومی غالبان همه نومیناسیون‌ها از 2 نفر به 3 نفر رسانیده شده. در مجموع غالبان هر یک نومیناسیون به 6 عدد رسانیده شد. همین طریق شماره عمومی جایهای افتخاری برای غالبان دوره جمهوری نسبت به سال 2022 از 95 به 121 جای زیاد کرده شد. همزمان شماره مکافات‌های پولی برای آموزگارانی که شاگردانشان در دوره 4 آزمون غالب جایهای یکم، دوم، سوم و شاه جایزه می‌گردند 15 عدد زیاد گردید تا به 61 عدد رسانیده شد. با دستور بواسطه پیشوای ملت سال جاری برای داوطلبان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است امتیاز مخصوص پیش بینی گردیده است که طبق آن اشتراکچیان دوره 4 آزمون خوانندگان صنف 11 با اختصاص‌های آموزگاری مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی کشور به آزمون در گروه‌های رایگان قبول کرده می‌شوند. من نویسنده بسیارتر عزیز را دوست می‌دارم و بسیار از آن حکایه‌ها، افسانه‌ها و غیره را مطالعه نموده‌ام. 2 سال پیش من در دوره شهری آزمون صاحب جای دوم گشته بودم و وقتی که در ولایت اشتراک کردم من باختم و لیکن از این را افسرده نشدم.
аз ҷониби ҳайати доварон истеъдод ва малакаи ҳар як довталаб омӯхта шуда хулосаҳои зарурӣ бароварда шуданд. Рӯзҳои наздик маросими қадршиносии ғолибони озмун баргузор хоҳад гардид. Дар асоси қарори раиси шаҳри Хуҷанд 95600 сомонӣ барои қадрдонии ғолибон, омӯзгорону волидон ҷудо карда шудааст. Ҳоло дар саросари кишвар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донию китобас ҷараён дорад.